به تازگی عزیزی رو از دست دادید؟ در کنکور اون نتیجه‌ای که می‌خواستی رو به دست نیاوردی؟ در مسابقات ورزشی اون مدالی رو که براش تلاش کردی از دست دادی؟ در کل حالت خوب نیست. عیبی نداره اگه حالت خوب نیست. مگان دیواین در کتابی با همین عنوان درباره پیچیدگی‌های فرهنگ سوگواری توضیح میده. خانم دیواین که این کتاب رو متأثر از فرهنگ آمریکایی تألیف کرده، معتقده که فرهنگ سوگواری جایگاه شایستی در اونجا نداره. نویسنده که به کشورهای زیادی سفر کرده، معتقده که فرهنگ سوگواری در خیلی جاها خوب فهمیده نشده. دیواین در این کتاب میگه تضادی دوگانه در انسان وجود داره. اول اینکه هیچ کس نمیتونه جای شما زندگی کنه، یعنی هیچ کس نمیتونه با اون چه که شما باش مواجه هستید روبرو بشه و هیچ کس نمیتونه به تنهایی از پس زندگیش بر بیاد. نویسنده میگه تلاش برای کمک به دیگران در بدترین شرایط زندگی یک انسان، حتی با نیت خیر، گاهی اوقات میتونه همه چیزو خراب کنه. خانم مگان دیواین نویسنده این کتاب همسر خودش رو به صورت غیر منتظری از دست میده. یه روز که در کنار رودخونه با هم به تفرج رفته بودن، همسرش برای شنا به رودخونه میره و به طور خیلی ناگهانی غرق میشه. از اون به بعد خانم دیواین سوگوار میشه و کمک‌های دیگران، اهم از همزبانی، راهنمایی، نصیحت، همدردی به کارش نمیاد و هیچ کس غم و سوی اون رو جدی نمیگیره اونطور که شایسته است. بنابراین نویسنده تصمیم میگیره برای اینکه فهم و درک سوگ رو در دیگران ارتقا بده، شروع میکنه به تألیف این کتاب، شروع میکنه به سخنرانی در سراسر جهان، سخنرانی میکنه، کمپین میذاره و سعی میکنه به کسانی که یک بحران خیلی سخت و تلخ رو پشت سر گذاشتن کمک کنه. توصیه نویسنده اینه که هیچ وقت غم خودتون رو کم نبینید، علیرغم اینکه دیگران سعی میکنن حتی با نیت خیر غم شما رو تخفیف بدن و تنزل بدن، ولی شما باید بدونید که بله، در اون شرایط همه چیز بده. اما باور نویسنده اینه که باید یاد بگیریم با حقیقت چطور کنار بیاییم. اینکه بخوایم حقیقت سوگ رو انکار کنیم و حتی نادیدش بگیریم مسئله رو حل نمی‌کنه. ما باید سوگمون رو به رسمیت بشناسیم و با فهم کامل از این که اون سوگ برای ما خیلی دردناک بوده از کنارش عبور کنیم. این کتاب برای کسانی مناسبه که خیلی وقت سوگوارن و تصور میکنن اطرافیانشون اونطور که باید غم و دردشون رو درک نکردن. همونطور که اشاره شد، قرار نیست با مطالعه این کتاب سوگ خودتون رو فراموش کنید. باید به این نتیجه برسیم که دنیا به آخر نرسیده و زندگی جریان داره و ما باید با این جریان همسو بشیم.